السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خیلی خوشحالم که باز هم شما عزیزان مرحمت فرمودید و سفره دلتون رو پهن کردید و ما رو هم در خانه‌هاتون به اصطلاح استقبال کردید. از این استقبال گرمتون کمال سپاس رو دارم و امیدوارم که انشالله همه زندگیتون پر از شادی و خوشی و سعادت باشیم. موضوعی که چند هفته است که روش داریم بحث میکنیم به این خاطر که به اصطلاح یکی از موضوعات حادی هست که متاسفانه امروز گریبان جامعه ما رو به شکل محکمتری گرفته و الا موضوع جدیدی نیست، بوده و هست و خواهد موند. موضوعی که بیانگر این هست که انسان جایز الخطاست و انسان در مسیر زندگی باید خودش مهار خودش رو در دست خودش داشته باشه. زندگی زیباست و یکی از بهترین و زیباترین مراحل و داده های این زندگی زیبا نظام خانوادگی است که ارزش و قدرش رو اونی میدونه که ازش محرومه. در این نظام خانوادگی دین مبین اسلام این رو یک سیستم بسیار رومانسی و زیبا و جالب و دوست داشتنی و پر از لذت و سعادت، رحمت و مثلا خوشبختی و قرار داده و هر گونه طعنه‌ای بر اون رو حرام دانسته، هر گونه خنجری رو بر این نظام مقدس حرام دانسته. این نظام مقدسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون اباحتش، با اون جایگاهش، با اون مکانتش، با اون شخصیت والاش میبینیم که حتی این مفاهیم زیبای لذت بخش زندگی رو برای ما به اصطلاح به نمایش گذاشته. صحابه اون رو نقل کردن، مادران مؤمنین اون رو نقل کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چطور از خونهشون می اومدن بیرون، همسراشون رو می بوسیدند، از خونه می رفتن بیرون، چطور غذا می خوردن، لقمه می ذاشتن تو دهن همسرشون، چطور با همسراشون شوخی می کردن، مسابقه می دادن، صحابه رو تشویق می کردن که زنایی بگیرید که ودود باشند، ولود باشند، هلا بکرن تو دعیبها و تو دعیبها، زن به اصطلاح دوشیزه‌ای میگرفتی که با شوخی کنی و بخندی و خوش باشی. نظام خانواده یعنی نظام خوشی، یعنی نظام سعادت، یعنی پر کردن یک قسمت بسیار مهم و عمده‌ای در شخصیت انسانی و این است که این شخصیت تکامل بخش شخصیت انسانی هست و این رو کی درک میکنه بیشتر؟ اون کسی که از این نعمت بزرگ محروم هست. حالا کسی بیاد و در این نظام مقدس، در این نظامی که خداوند متعال رابطه اون رو بر مبنای میثاق غلیظ، عهد و پیمان بسیار قوی و مهم مثلا بسته، بیاد هر گونه خیانتی در این وارد کنه، هر گونه طعنه‌ای در این ببینید حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منع کرده که کسی که به اصطلاح سرزده وارد خونه خودش بشه. رفتی سفر میای خونت، باید قبل از این اطلاع بدی سرزده وارد خونه شدن یا به عین به چشم شک و به خانه و خانوادت نگاه کردن، همه اینها ممنوع هست و حرام شمرده شده. پس این زندگی بسیار حائز اهمیت هست. حفاظت از این زندگی بسیار حائز اهمیت هست. در این کیان این زندگی امام احمد یک جمله بسیار زیبایی دارند که میفرمایند که من سراغ ندارم گناهی که بعد از شرک به خداوند متعال گناهتر و بدتر و به اصطلاح زشتر از چی باشه؟ از اینی که انسان خدایی نکرده مرتکب فاحشه یا زنا بشه. در قرآن کریم آیه‌ای داریم در سوره فرقان که خداوند متعال در وصف عباد الرحمن، بندگان رحمان، در توصیف اونها
ذکر میکنه آیاتی چند از این جمله آیات این آیه هست والذین لا یدعون مع الله الها آخر، اونهایی که هرگز به خداوند شرک نمیورزند، کسی دیگه رو با خداشون شریک نمیسازند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و انسان هم به ناحق نمیکشند. پس شرک به خداوند کفر، بعد از اون گناه بسیار بزرگ قتل انسان، کسی رو کشتن. ولا یزنون، و اینی که زنا نمی کنن، یعنی زنا کردن، مرتکب فاحشه شدن، این یکی از پلیدترین، بدترین، زشتترین گناهان هست که عقاب اون و من یفعل ذلک یلقى اثاما، و کسی که همچنین حرکتی ازش سر میزنه، عقاب و سزا و جنایتی که در حقش به صورت این جنایت رو صورت داده چه کار میشه؟ یک میگیرن آقا سنگسارش میکنن. سنگسار واسه چی؟ واسه اینی که این اومده یک کیان، یک بنایه، یک ساختمان، یک خانواده ای رو ویران کرده، الان با سنگ همون دیوارهایی که ویران کرده تو سرش میزنن، به خاطر این گناه بسیار بزرگی که مرتکب شده، به خاطر اینی که این گناه باعث شده که افرادی دیگه ای در این محیط خانواده در واقع زنده به گور بشن. این ننگی که برای این خانواده میاد، برای فرزندان این خانواده، برای خواهر برادرای این خانواده، برای پدر مادرای این خانواده، برای همه اقشار این خانواده، افراد این خانواده، این ننگ بسیار بزرگ هست. واسه همینه که این شخصی که چون این خیانتی ازش سر میزنه باید به بدترین صورت، باید به اندازه همون زشتی کارش باید مورد محاسبه قرار بگیره. و این عمل زشت خیانت در زندگی زناشویی یا همون فاحشه‌گری یا زنا اینقدر کار زشت و پلیدی هست که در طول تاریخ هیچ دیانتی، چه دیانت‌های آسمونی و چه دیانت‌های خودساخته بشری، هرگز به هیچ فردی همچنین اجازه‌ای رو ندادن، چون که این با فطرت هر انسانی در تضاده، با فطرت حتی حیوانات هم مرتکب همچنین کاری در جلوی به اصطلاح عموم نمیشن. مثلا فقط از حیوانایی میبینیم، یه حیوانایی مثل خری که فکر میکنه همه مثل خودش خرن، این به اصطلاح این کار زشت رو مثلا ممکنه که جلوی دیگران انجام بده، یعنی کار منحرفی رو انجام بده. اینی که این کار زشت واقعاً یک ضربه بسیار سنگینی هست بر هر یکی از این دو تا طرفینی که در زندگی زناشویی هستن. واقعاً یک به اصطلاح خیانتی هست که ما قبلا هم گفتیم که خیانت در واقع در حق خداوند متعال هست. ما اینجا مثلا یه قانونی نداریم که بیایم بگیم که زن چون که شوهرش بهش خیانت کرده گردنشو بزنه یا شوهر گردن زنشو بزنه، همچین چیزی نداریم. چرا؟ چون که این کار قاضی هست، این کار دادگستری هست. دادگستری میاد اینجا این عذاب الهی رو اون به اجرا در میاره. چرا؟ چون که این خیانت در واقع در حق خداوند متعال واقع شده. خداوند متعال به ما میگه لا تقتلوا النفس، به ما میگه لا تجسسوا، به ما میگه لا یغتب بعضکم بعضا. همه گناهان بزرگ منع شدیم که ارتکاب اونو انسان نکش، به صورت فضولی نکن در کار مردم، غیبت نکن، چغلی نکن. در مورد زنا نفرمودن زنا نکن، فرمودن لا تقربوا الزنا، یعنی حتی نزدیک نشید. نزدیک شدن یعنی چی؟ یعنی با چشم چرانی حرام. هر چیزی که ما رو به طرف این گناه بزرگ بکشه، تمام این راهاش حرامه. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اینها راههای شیطانی هست و هیچ یکی از این راههای شیطانی رو ما حق نداریم بهش نزدیک بشیم. آقا نگاه به نامحرم حرام، خلوت و حرف زدن با نامحرم حرام، گوش دادن به چیزی که ما رو به طرف فاحشه و به طرف زنا شوق میکنه حرام، رفتن به طرف راهی که در اون یک نوع تشویقی هست حرام. همه چیزی که به اصطلاح ما رو به این گناه نزدیک بکنه این همه حرام هست. ببینید چرا؟ چون که این واقعا یه خنجری هست که یه دردی هست که درمان پذیر نیست.
طرف میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یه جوون شنگال و شادول که میگه که یا رسول الله اذن لی بالزنا، به من اجازه بده که من مرتکب فاحشه بشم، من کار حرام بکنم، رابطه حرام داشته باشم با محرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید که این فرد رو چطور درمانش میکنه. این فرد ببینید وقتی که انسان یه نیازی داره و یک نیاز فطری هست، این نیاز رو میخواد به اصطلاح در کانال اشتباهش قرار بده، اگر ما بگیم قرار نده این نشد حل، ما میایم نتیجه شو که این کار چه مشکلاتی رو ممکنه به بار بیاره اون رو براش به تصویر میکشیم. زشتی گناه رو، زشتی که این گناه به بار میاره رو به تصویر میکشیم. صحابه میخوان که این جوان رو گوشمالیش بدن که این حرف بی ربط و این حرف زشت رو در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میزنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نه، این باید زشتی گناه رو احساس بکنه. زشتی گناه که احساس میشه وقتی که میبینه طرف که من با ارتکاب این گناه نه برام شخصیت انسانی موند، نه برام غیرت و معانی عفت و پاکدامنی موند، نه هیچی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اترضاه لامک، آیا این عمل زشت رو حاضری که بشنوی یا ببینی که مادرت هم مرتکب همچنین کاری شده؟ رنگ جوان پرید و تنش به لرزه افتاد. چطور همچنین عمل زشت حیوانیتی شهوانیتی از مادر من صورت بگیره؟ فرمودند اترضاه اون لاختک، آیا قابل تحمل است برات که بشنوی که همچنین کاری از خواهرت صورت گرفته؟ آیا برات قابل تحمله که بشنوی همچنین کاری از عمت، از خالت، از خویشات صورت گرفته؟ جوون جوابش رو گرفت. بله، هیچ کسی حاضر نیست که این رو ببینه یا بشنوه در حق خودش و اطرافیانش و خواهر و مادر. خب هر زنی خواهر و مادر دیگرانی هست، عمه و خاله و خاله دیگران هست، همونطور هم دیگران راضی نمیشن. واسه همینه که اینجور افراد در خود همین دنیا بیشتر این افراد خداوند گوشمالیشون میده، یا اینی که روستیاه میشن و همچنین موردی براشون به اصطلاح فاش میشه و همه میفهمن و بعدش هم مجازات میشن، یا اینی که همونطور که به مادر، به خواهر، به عمه، به خاله دیگران تجاوز کرده، به دختر دیگران تجاوز کرده، همونطور در زندگیش خواهد دید که به دخترش، به مادرش، به همسرش، به خویشاش تجاوز میشه. چرا؟ چون که این وقتی که به یک دختری تجاوز کرد، دل پدر اون دختر رو چه بلایی سرش آورد. اون فشار انسانی و خورد شدنی که اون پدر تحمل کرد و چشید، الان خودش در زندگیش خواهد چشید وقتی که دخترش بهش تجاوز میشه. خب تنها اون به یک دختری، یک فرد تجاوز نکرد. اون دختری که تجاوز کرد چند تا برادر داشت. چه بلایی سر اون برادرها اومد. اون درد رو در خودش خواهد چشید وقتی که به خواهراش تجاوز میشه. پس این فرد به مادرش در معرض خطر هست، دختراش در معرض خطر هست، خواهراش، عمهاش، خالهاش، همه اون افرادی که به سلام پوست و گوشتش به اونها، غیرتش به اونها وابسته است، اینها در معرض خطر خواهند بود. امام شافعی میفرمایند که من یزن بهی ولو بجداره، اون کسی که مرتکب زنا میشه حتما رو سرش زنا میاد، حتی اگر باز دیوارش زنا بکنن. این کنت یا هذا لبیبا ففهمی، اگه تو سرت یک جو عقل هست اینو باید بفهمی که قضیه خیلی خطرناک هست و خیلی مهم هست و بسیار وحشتناک هست. یک دردی هست بی درمان، یک به اصطلاح خنجر و یه زخمی هست که این زخم درمانی نداره. این زخم باعث میشه که به اصطلاح اون انعکاس اون خیانت و اون زشتی رو فرد در زندگیش ببینه. اینه که باید فرد قبل از ارتکاب به همچنین
عمل زشتی باید ببینه که عقلش کجاست، غیرتش کجاست، دینش کجاست، اخلاقش کجاست، انسانیتش کجاست. همه اینها ارزش هایی که بهش ایمان داره کجا رفتن؟ همه اینها رو میخواد به اصطلاح زیر به اصطلاح پاش بذاره و مرتکب همچین خیانتی بشه. و ما این رو در جامعه متاسفانه بسیار میشنویم، آقایونی که مرتکب خیانت میشن با وجود اینی که همسرانی پاک دامن و همسرانی دارن. درسته شاید در این به اصطلاح میدان زندگی زناشویی همسر کوتاهی کرده باشه، همسر به خودش نرسیده باشه، همسر نمیدونم با بچه‌هاش بیشتر مشغول باشه، با کار و زندگی بیشتر مشغول باشه و ندونه که باید به شوهرش بها بده و اصلا در زندگی زناشویی مهمترین نقطه، مهمترین رکیزه این زندگی شوهر و زن هستند. اون زنی که بیاد بگه که من با بچه‌ها مشغولم، من با پخت و پز مشغولم، من با رسیدگی به پدر مادر شوهرم یا پدر مادر خودم مشغولم، پس چرا شوهر گرفتی؟ خب بچه می‌خواستی میرفتی یتیمخانه 4 تا بچه می‌گرفتی بزرگ می‌کردی. می‌خواستی به اصطلاح شوهر به پدر مادرت برسی، خب شوهر نمی‌کردی. همه اینها شوهر اینجا مهم است. اما خب چرا به اصطلاح ترکیز می‌کنیم روی شوهر؟ چون که خیانت از پیش مردها خیلی بیشتره. از 100 تا خیانتی که میشه شاید یه دو موردی به اصطلاح خیانتی باشه که زنها به شوهراشون خیانت کردن. چرا؟ چون که اصلا طبیعت یه مرد یه طبیعت تعدد پذیر هست. واسه همینه که خداوند متعال به مرد اجازه داده که 4 تا همسر بتونه به اصطلاح بگیره و 4 تا ازدواج بکنه، اما هرگز بهش اجازه نداده که یک مورد هم خیانت بکنه، یک مورد به زن کسی دیگه‌ای به اصطلاح یا به دختر کسی دیگه‌ای چپ نگاه کنه یا چشم چرانی بکنه. پس خیانت در واقع هر گونه رابطه‌ای که یک مرد یا زن با یه نامحرمی داشته باشه که در اون رابطه یک نوعی وقت گذرانی و یه نوعی لذت باشه، همه اینها حالا به صورت چتینگ هست، حالا به صورت به اصطلاح اختیار دادن اختیار جسم خودش به طرف مقابل هست، حالا به صورت نمیدونم یک گپشپی و خنده‌ای و جوکی و چت کردنی در به اصطلاح هر موردی باشه، چون اینا همه دروازه‌های شیطان رو باز میکنه و همچنین شیطان رو به اصطلاح تشویق میکنه که به اصطلاح یا طرف مقابل رو بدبین میکنه در این زندگی که توش شک اومد، زندگیش که طرفین به همدیگه اعتمادشون رو از همدیگه به اصطلاح از دست دادن، اون دیگه زندگی نمیشه. حالا این زندگی بیاد و توش یه خنجری باشه که اون خنجر خیانت دیگه این واویلاست و یک به اصطلاح موردی هست که دیگه خیلی خیلی سخته که این رو پانسمانش کرد و این رو به اصطلاح باز دوخت. اینجاست که دیگه دلها شکسته میشه، اینجاست که دیگه اون زنی که بهش خیانت شده همیشه اعتماد به نفسش رو از دست میده، شخصیتش خورد میشه، فکر میکنه که به من که خیانت کرده شوهرم یعنی اینی که من ارزشش رو نداشتم و دیگه الان این، یا اگر مرد زنی به اصطلاح زنش خیانت بکنه که دیگه اینجا واویلا میشه که جامعه اصلا یکی از ظلم‌های اجتماعی که ما داریم اینه که جامعه احیانا میتونه به اصطلاح خیانت شوهر رو تحمل کنه، خیانت زن به اصطلاح مرد رو ببخشه، اما خیانت زن رو هرگز نمیتونه ببخشه، در حالی که هر زنایی که واقع میشه یکی از طرفینش زنه یکی مرده، یعنی 50-50 است. درسته که همیشه خیانت زن بسیار به اصطلاح وحشتناکتره. چرا وحشتناکتره؟ چون که اون با فطرت زن در تضاد هست. فطرت زن یک فطرت تعدد پذیر نیست، هر زنی به یک مرد وابسته میشه و خیانت مرد همیشه یک خیانت جسمی است. هیچ وقت مردی که خیانت میکنه اون زنی که به اصطلاح باشه رابطه نامشروع باشه برقرار میکنه هرگز اون رو دوست نداره. اینی که به اصطلاح بهش میگه دوست دارم برات میمیرم و عاشقتم و فلان، اینا همش هواست، اینا همش هرگز حاضر نیست که با این ازدواج کنه. اگر هم ازدواج کنه یک ازدواجی هست که به اصطلاح میخواد که فقط خودش رو خالی کنه، نمیخواد که به اصطلاح اون رو امکان نداره اون رو دوست داشته باشه. کسی که یک کسی رو دوست داره، خب دوست داشتن راه داره،
کسی که میخواد به اصطلاح از کسی رو واقعا دوست داره خب میره خونهش خواستگاریش میکنه. مردی که زنی رو دوست داره میره خواستگاریش میکنه. عشق باشه، محبت باشه، تو آسمون باشه، میره بیاردش پایین. اما اینی که از سر در دیوار مردم بالا رفتن، این چه هست؟ و همیشه همون زنی که به اصطلاح شکار میشه یک زن ابله، یک زن ساده، یک زن نادون و نفهم که به اصطلاح یک گرگ میتونه به اصطلاح به سادگی شکارش کنه. بعد از اون اگر این زن به اصطلاح در یک محیط خانوادگی باشه که شوهر داشته باشه، اون وقت مثلا علامت‌های عجیبی درش می‌بینیم که دیگه همیشه چون که ضمیرش، وجدانش همیشه در عذابه، میخواد که از این فضای خانوادگی خودش فرار کنه. همیشه تصرفاتش طوریه که انگار که با هر حرفش، با هر حرکتش میخواد به اصطلاح به شوهرش بگه که من به تو خیانت نکردم. میخواد خودش رو تبرئه کنه. میخواد که در هر کوچیک و بزرگی دعوایی رو بندازه و از شوهرش جدا بشه. هی میگه که اگر میتونه من رو طلاقم بده، جرأت شده داری، من ازت خسته شدم فلان. دنبال بهانه است. چرا؟ نه اینکه زندگیشو نمیخواد. خیلی وقتا زندگیشو میخواد، اما چی؟ دیگه احساس میکنه که دیگه تو این زندگی اینجا اضافی است. وجدانش بهش اجازه نمیده، عذاب وجدان داره. این در مردا هم همینطور. مردایی که به اصطلاح مرتکب خیانت میشن، میبینی که غالبا افرادی که خیانت میکنن معناش این نیست که زنشون رو دوست ندارن، زندگیشون رو دوست ندارن. خیلی وقتا هست که زندگیشون رو دوست دارن، اما چی؟ محیط جامعه، دوستای ناباب، یه اعتیاد هست و یه بیماری هست و این بیماری خیلی وقتا مصری هست. طرف با مردایی که به اصطلاح ناباب هستن میشینه، نشست و برخاست داره، اونا قیافه میگیرن. قیافه گرفتن به معنی نیست که راضی هن. قیافه گرفتن یعنی یک نوع به اصطلاح این عذاب وجدانی که دارن این رو تسکین دادن. میخواد بگه که من رابطه نامشروط دارم، یعنی من مردم، من مردانگی دارم. میخواد که خودش رو گول بزنه، چون یک به اصطلاح وجدانش اذیتش میکنه. تو انسان نیستی، تو حیوانی، تو گرگی. میخواد بگه نه من این کارو کردم از باب مردانگی. این هم در این محیط هست، خوب تأثیر میگیره که اینو مردن، من چی کم دارم، خر از خر میبینه بار میبره. خب اینجاست که میاد به اصطلاح مرتکب و همچنین خانم هایی که به اصطلاح در محیط زنای فاحشه، زنای بی اخلاق، زنایی که در بیت اجتماعی درست ندارن، زنایی که ایمان از اونها رخت بربسته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یزنی زانی و هو یزنی و هو مؤمن. امکان نداره کسی که مرتکب زنا میشه اون مؤمن باشه، یعنی ایمان از اون کالبد زشت پلیدی که مرتکب این به اصطلاح کار زشت میشه از اونجا رخت برمیبنده. ایمان در اونجا جایی برای خودش پیدا نمیکنه که بمونه. پس این عمل و این حرکت بسیار بسیار حرکت به اصطلاح زشتی هست و میبینیم که بیشتر افراد، آقایونی که مرتکب همچنین کارهایی میشن و همچنین خانمها، اینها افرادی هستند که معتاد شدن به مشاهده و تماشای فیلم‌های ناباب، فیلم‌های سکسی، فیلم‌های مستهجن، شبکه‌های مستهجن. اینها میان این گناه رو اینقدر تکرار میکنن و اینقدر رنگ و روغن بهش میدن، معانی زیبایی براش میذارن، رابطه نمیدونم عاطفی نمیدونم چی زنا رو میان که این کلمه زشت و این به اصطلاح که انسان وقتی میبیندش حالش به هم میخوره، وقتی که حتی این کلمه رو نطقش میکنه استفراغش میگیره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج تعریف میکردن که وقتی اومدم دیدم که بعضی از افراد هستند که گوشت پوسیده گندیده بدبو رو دارن میخورن. پرسیدم اینو کیان؟ فرمودند که اینها اونایی هستند که حلال رو گذاشتن، ازدواج با اون رابطه مقدس رو رها کردن، اومدن به اصطلاح رابطه نامشروع گرفتن با جنس دیگر.
اومدن مرتکب زنا شدن. یعنی اینقدر این به اصطلاح بده، اینقدر زشته، اینقدر بدبوست. این فرد میاد مرتکب این میشه. اینو بیشترشون غریب اتفاق این افرادی هستند که مرتکب به اصطلاح معتاد شدن به فیلم‌های مستهجن. افرادی که به اصطلاح تو خونه‌هاشون ماهواره‌های مستهجن میذارن، سریال‌های به اصطلاح مستهجن میذارن، فیلم‌های مستهجن میذارن. دیگه الان اینها حق ندارن که به زنش بگه چرا خیانت کردی، یا به زن به شوهرش بگه چرا خیانت کردی، یا بچه‌هاشون. و این مرض هم وراثتی است، به این معنی که در خانه‌ای که مادر خیانت میکنه یا پدر خیانت میکنه، دیگه اون خانه پسر دخترها یاد میگیرن. این در معرض بسیار خطر هستن. اون خانه‌ای که همچنین مشکلاتی داره، اون خانه‌ای هست که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. اونایی هستند که این فضای تربیتی خانواده یک فضای بحرانی است، یک فضایی است که در اون ایمان نیست، در اون خدا نیست. این فضایی هست که فضای پر از آلودگی، پر از خباثت، پر از گناه است. دیگه طرف رو میندازی تو دریا، میگی که مواظب باش تر نشی، این دیگه شرط عقل نیست. باید این فضا رو به اصطلاح اصلاح کرد، باید این میدان رو پاک کرد. این شخصیتی که به اصطلاح یه شخصیتی است که در دست شیطان باش بازی میکنه، شیطان اینور اونور میچرخوندش، این رو باید اصلاحش کرد، باید شیطان رو از این فضا دورش کرد و به اصطلاح راه رو بر روی شیطان بست. تنها در این صورته که ما میتونیم فضای خانواده رو حفظ کنیم. بله، زنها هم در این مورد خیلی وقتا هست که گناهکارن، اما به هیچ عنوان، این رو صراحتاً باید بدونیم، هر گونه کوتاهی همسر، هر گونه اشتباه یا کوتاهی شوهر و حتی خیانت شوهر به هیچ عنوان به طرف دیگه این اجازه رو نمیده که اون بیاد مثلا انتقام بگیره، یا اون بیاد به اصطلاح مرتکب به اصطلاح همون گناه باشه و بیاد خیانت بکنه. چرا؟ چون شوهرم خیانت کرده، چون زنم خیانت کرده، پس من هم حق دارم انتقام بگیرم. نه، این خیانت اول در حق خداست. این خیانت اول شکستن اون میثاق غلیظ هست. این خیانت بعد از اون خیانت در حق جامعه هست. یعنی کسی که میاد مثلا مرتکب همچنین فاحشه‌ای میشه، نه اینی که اون عقاب الهی روش اجرا میشه، اگر مثلا مجرد بود تازیانه زده میشه، بعد از اون عقاب اجتماعی هم روش هست که جامعه قاضی وقت بهش به اصطلاح از اون شهر اون رو میندازدش بیرون. تو حق نداری، تو این شهر رو آلوده کردی، این محیط رو آلوده کردی، تو یه ویروس هستی، یه میکروب هستی و این میکروب اینقدر زشته که میبینیم که در مجتمع جامعی که همچنین بلاهایی دارن، میبینیم که 1001 بیماری لاعلاج هست. بیماری ایدز و بیماری های نمیدونم دستگاه تناسلی و بیماری هایی که اصلا نمیدونی که از کجا اومد. اینها همش عذاب الهی است بر اون افرادی که به اصطلاح مرتکب همچنین فاحشه‌ای میشن، همچنین کاری میشن. پس این زشتی این برای ما خیلی واضح و روشن هست، دیگه نیاز نیست که بیشتر از این روش بحث کنیم. یه میان برنامه میگیریم انشالله با شما عزیزان و سوالاتتون و به اصطلاح مشارکتتون در برنامه همراه میشیم. تشویق به ازدواج. عن علقمة رحمه الله قال: كنت مع عبد الله رضي الله عنه فلقيه عثمان رضي الله عنه بمنى فقال:
يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فخليا، فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. در صحیح بخاری حدیث شماره 7326 و صحیح مسلم حدیث شماره 1399 علقمه رحمه الله فرمود: با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بودم. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در منی با او روبرو شد و به او فرمود: ای ابو عبدالرحمن، با شما کاری دارم. با هم خلوت کردند. عثمان فرمود: ای ابو عبدالرحمن، میل داری که دوشیزه ای را به ازدواج شما درآوریم تا زمان گذشته و جوانی را به یاد شما بیاورد؟ وقتی که عبدالله رضی الله تعالی عنه دید که نیاز به ازدواج ندارد، به من اشاره کرد و فرمود: ای علقمه، بیا. من هم به نزد او رفتم. دیدم که در جواب عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمود: اگر شما این را می گویید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به ما می فرمودند: ای جماعت جوانان، هر یک از شما که قدرت و هزینه ازدواج را دارد باید ازدواج کند و کسی که استطاعت آن را ندارد بر وی لازم است روزه بگیرد، چون روزه باعث جلوگیری از شهوت می شود. رضایت دوشیزه و بیوه در نکاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. در صحیح بخاری حدیث شماره 5136 و صحیح مسلم حدیث شماره 1419 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمی شوند. گفتند: ای رسول الله، اجازه دختر باکره چگونه است؟ فرمودند: این که سکوت نماید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و مهتران. تنها یک مورد رو اشاره می کنم، یک قانون اجتماعی بسیار مهم و بعد از این قانون میریم انشالله سوالای شما رو میگیریم. چرا این قانون رو مطرح می کنم؟ چون که این با خیلی از سوالای ما شما عزیزان رابطه مستقیم داره. ببینید عزیزم، شما نشستید تو جمع خانواده به اصطلاح مادر، شوهر، همه اینا هستن. شوهرتون میاد به اصطلاح شوهرتون رو صدا میزنه، میبره توی اتاق دیگه، میخواد باش پچ پچ کنه. شما یا میگید که حتما از نامزد پیشینش یک پیامی براش اومده، حتما در مورد من میخواد بعد عیب و ایرادای منو بهش بگه. این شما هستید. و همچنین شما میگید که به خیلی خوشحالم، شوهرم قابل اعتماده، یک شخصیت واسه خودش، خواهرش حتما یکی از اسرارش رو میخواد با شوهر من در میان بذاره، با کسی دیگه در میان نمیذاره. شوهرم انسان با وجاهتی هست، انسان عاقلی هست، فخر این خانواده است. یعنی چی؟ میخوام بگم که هیچ کسی نمیتونه به من بدون اجازه من به من هیچ گونه اذیت و آزار و گزندی وارد کنه. این منم که تصرفات دیگران رو آزار و اذیت به خودم میدونم. پس مشکل در منه. من مشکل شخصیتی دارم. من یک احساسهای کمبودی دارم. فکر میکنم کسی که وقتی من تو مجلسی نشستم، یک کسی میگه که آقا این برخی از افراد لباس سفید میپوشن، جلیقه نمیدونم قهوه‌ای میپوشن، اینا از دنیا بیخبرن، از مد روز اطلاعی ندارن، تو قرن بوق زندگی میکنن. این منم که میتونم این رو برداشت کنم که بله این میخواد منو خرد کنه تو این جمع. این بله مادرم گفته بود که مادر بزرگ بابا با خاله مادر بزرگی ایشون روی گاومیششون دعوا داشتن، میخواد اون انتقامو بگیره. این منم که خودم تصوراتی درست میکنم و خودم رو اذیت میکنم. و منم که میتونم بگم که این آقا مثل این که متوجه لباس من نیست، بنده خدا یه چیزی جای خونده حالا میگه و متوجه نیست که لباس من همین به اصطلاح شکل و قیافه رو داره. این شمایید خانم عزیز که میرید ایمیل شوهرتون رو باز میکنید، میبینید که از چند تا نمیدونم سایت های مبتذل براش نامه اومده. پس شوهر من این کاره است. این شمایید که همچنین تصوری رو برای خودتون درست کنید و خودتون رو عذاب بدید، زندگیتون رو ویران کنید. و این خود شما هستید که میتونید بگید این به اصطلاح انسانای پلید برای همه نامه میدن. اینا ایمیل های مردم رو از کجا به شرکت ها میخرن و برایشون به اصطلاح پیام میدن. خب خطرناکه این واسه شوهر من. من میدونم که شوهر من یک انسان عاقلی هست، یک انسان فهمیده‌ای هست، انسانی نیست که تو این مثلا من جلابا بیفته، اما باید مواظب باشم. پس باید سطح آگاهی دینی و دینداری و ایمان رو در خانواده‌ام بیشتر و بالاتر ببرم که نکنه شوهرم مثلا آلوده بشه به همچین چیزایی. این منم که به دیگران اجازه میدم که منو آزار و اذیت، منم که زندگیم رو خرد میکنم. این قاعده رو باید به اصطلاح این قانون رو واسه خودمون داشته باشیم. یکی از مهمترین قوانین اجتماعی زندگی مشترک و زندگی اجتماعی که شخصیتم رو احترام بذارم، من به خودم اعتماد به نفس داشته باشم. این حرفی که شوهرم گفت من انسان عاقلی هستم، اگر شوهر گفت احمق یعنی اینه که یه جایی دعوا کرده میخواد رو من خالی کنه. من که عاقلم، من که فهمیدم، من که زیبام، من که خودم به خودم اعتماد داشته باشم، خودم رو باور داشته باشم. و اینجاست که به اصطلاح اینایی که میگن که فلانی منو اذیت میکنه، فلانی تو رو اذیت نمیکنی، خودتی که خودت رو اذیت میکنی. بیننده عزیزی فرمودن سلام خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. تو رو خدا کمکم کنید، تو خانواده‌ام مشکلات زیادی هست، همش توی خونه جنگ و دعوا، خیلی میترسم خانواده‌ام از هم بپاشن. عزیز من، این مشکل دید شماست. این مشکل دید شماست. میفرمایند که تو رو خدا اگه آیه یا دعایی هست به معرفی کنید. آیه هم هست، دعا هم هست.
ببینید عزیز من، وقتی که شما میگید که من مشکل دارم، بچه ها منو پیرم کردن، نمیدونم من فلان، این دید منفی یعنی چی؟ یعنی که شما در رو وا میکنید، میگید ای مشکلات بفرمایید، ای پیری بفرما، من از دست این زن چیکار کنم؟ مردم، ای مرگ بفرما بیا پیش من. اینا همش معناش این هست. پس مشکلات شما از کجاست؟ مشکلاتون از خودتونه. خداوند متعال میفرماید فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، اونی که راه منو میره این امکان نداره که نیگون بخت بشه و این مشکلات رو داشته باشه. پس در خونه شما خدا وجود نداره، خدا رو بیارید. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اونی که از یاد من غافله اون بدبخته، اون بیچاره، از زندگیش عذابه. این موردی که شما دارید یعنی اینی که شما از یاد خدا غافلید، شما خدا رو تو خونتون ندارید. راه حلش هم به هیچ دارو و درمونی نیست، اینی که در رو باز کنید، خدا رو بیارید تو خونتون، تو خونتون ایمان رو تقویت کنید، سطح ایمانی خانوادهتون رو بالا ببرید. ببینید مشکل در شماست. ببینید حضرت به اصطلاح پیامبر خدا حضرت یونس میفته توی به اصطلاح شکم نهنگ، و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لا یقدر. این ذنون، این یونس که دیگه عصبانی بود فلان بود، رفت چی؟ در یک دنیایی از تاریکی ها افتاد، تاریکی شکم نهنگ، تاریکی به اصطلاح عمق اقیانوس ها، تاریکی شبهای تار، همه این تاریکی ها یعنی همه این مشکلاتی که ما داریم. اون وقت چه کار کرد؟ اینجا فشار آورد. تفکیر شیطانی چی هست؟ تفکیر شیطانی این است که رب بما اغویتنی، که مشکلمون رو بندازیم روی دوش دیگران. روی دوش دیگران انداختن مشکل ما رو حل نمیکنه. ما دیگران رو نابود کنیم مشکل ما حل نمیشه. خونه فلانی رو آتیش بزنه این خونه من آباد نمیشه. پس چی بود؟ گفت بله فنادى فی الظلمات، در شبهای تار بلند شید، در مقابل خداوند وایسید و بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هیچ پروردگاری نیست مگر تو ای الله یکتا، تو پاک و منزهی، منم که به خودم ظلم کردم. ببینید اگر در قرآن کریم هیچ آیتی نمی بود مگر همین آیه از جانب خداوند متعال کافی بود برای سعادت و خوشبختی ما. خداوند متعال میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما از این مشکل و از این بدبختی و از این دربدری یونس علیه السلام رو نجات دادیم. نه به خاطر اینی که پیامبر بود و یونس بود، نه، به خاطر اینی که فهمید که مشکل کجاست. و کذالک ننجی المؤمنین، و همینطور با همه مؤمنان که این راه رو برند، دست در مقابل خداوند دستزاری و دراز کنند و بفهمند که مشکل از خودشون بوده و خودشون رو اصلاح کنند، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این انشاءالله مشکل شما رو برطرف میکنه و شما خانواده پر از ایمان خواهید داشت. و فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی میشید، که کسی که در راه خداست همیشه خوشبخت و با سعادت هست. عزیزی فرمودند یه مشکل بزرگی دارم. مشکل بزرگ نیست. هر وقت مشکل بزرگی داشتی به مشکل بزرگت بگو من خدای بزرگتری دارم. کوچیک میشه. 5 خواهر و برادریم، بزرگترمون 45 ساله، کوچکترمون 30 سال. تا حالا هیچ کدوممون ازدواج نکردیم، روابطی هم با کسی نداریم. ممنونم، تحصیل کرده ایم، نمیدونیم چرا تا حال خودمون قصد ازدواج داریم ولی کسی نیست. تو رو خدا بگید چه کار کنیم. عزیز من ببینید یه موردی هست که مادرها، پدرای عزیز، خانواده‌های عزیز این رو گوش کنیم. خیلی از ما شنیدیم که یخ میخورن اما ندونستیم که چه وقت میخورن. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که دخترامون باید درس بخونن. خب درس میخونن اما درس خوندن با مسائل اجتماعی هیچ تضادی نداره. دختره باید لیسانس بگیره، بعد از اون فکر ازدواج لیسانس گرفت، دختر فلانی فوق لیسانس میخونه، باید دختر منم فوق لیسانس بگیره. فوق لیسانس خوند، دکترا خوند. بابا دختر، کسی که به اصطلاح دختر 25 سال که گذشت دیگه بازارش کساد میشه. دختر 30 ساله رو کی میخواد بگیره؟ از 30 سال که گذشت اصلا طرف که میخواد ازدواج کنه یکی از اهداف ازدواج اینی که نسلش پایدار بمونه، میخواد که بچه دار بشه. دختر 30 ساله 50% به اصطلاح قدرت بارداریش میاد پایین و احتمال اینی که به اصطلاح حامله بشه پایین میاد.
35 ساله بود نادراً حامله میشه، اگر حاملش هم شد که یه بچه ناقص عقل و ناقص الجسم میاره. هر کسی که ازدواج میکنه این تو سرش هست، هر جوونی این تو سرش هست. شما برید پیش یه پیرمرد 70 ساله بگید که آقا میخوان بهت زن برای زنت پیدا کردیم، اولین سوالی که میپرسه چند سالشه؟ گفتی 40 سال، میگه من دیوونم پیرزن 40 ساله بگیرم؟ خب پس این یه چیز طبیعی است، اینو ما میشنویم، میدونیم، واقعیت جامعه است. خوشمون میاد نمیاد این مسئله دیگه است. پس عزیزان این رو متوجه باشیم. همینی که به اصطلاح مرحله بلوغ رسیدید، عقل و شعور رشد، در برنامه قدیم ما در مورد رشد اجتماعی حرف زدیم. به این مرحله رشد اجتماعی رسیدید، فهمیدید که زندگی چطور اداره میشه، بچه‌هاتون رو، دختراتون رو، پسراتون رو بذارید توی یه اتاق، بگید که این برنامه‌های سفره دل از شماره 1 تا الان رو همه رو بگیر، گوش کن، خلاصش کن تا خوب بفهمید که یه دوره به اصطلاح یه دوره آموزشی کامل بگیر، بعد از اون ازدواجشون بدید. خب بعد خب ما چیکار کنیم؟ ببینید عزیزان من، ازدواج روزی هست، صحت و سلامتی روزی هست، نمیدونم مال و ثروت روزی هست، همه اینها نعمت‌های الهی هستند و معادله‌ای که خداوند متعال برای دست آوردن روزی گذاشته تقوای الهی است. خداوند متعال می‌فرمایند که هر کسی که تقوای الهی رو پیشه کرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی رو پیشه کرد خداوند براش گشایشی میاره. شما الان نیاز به چی دارید؟ گشایش دارید. راهش چی است؟ تقوا هست. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که اصلا در توان و در فکر و خیال اون نیست خداوند بهش روزی میرسونه. پس راهش تقوای الهی هست و در عین حال اخذ بالاسباب. اخذ بالاسباب چطوری هست؟ مادرتون در هر جلسه‌ای که میشینه پیش زنها تو هر مسئله‌ای یه بهانه‌ای پیدا کنه به اصطلاح از دختراش تعریف کنه. خالتون، عمتون، در هر مجلسی، در هر جایی، اصلا خودتون فهمیدید که آقای فلانی فرد مناسبی هست که اگر به اصطلاح به خواستگاری شما بیاد، و یادتون هم باشه واقعیت رو درک کنیم، واقعیت رو قبول کنیم. خودت میگی که من 45 سالمه، الان دیگه اینی که به اصطلاح یه فردی که ازدواج نکرده بیاد خواستگاری شما، اگر الان کسی بیاد خواستگاری شما باید کسی باشه که ازدواج کرده، حالا زن داره، یکی دوتا زن داره، نمیدونم چند تا فرزند داره، این واقعیته، باید قبولش کنی، این واقعیت رو باید بپذیری. اما اگر میخوای نه یه جوونی بیاد، اولا ما جوون 45 ساله که ازدواج نکرده نداریم. اگر جوونی پیدا کردی که 40 سال رسیده، 35 سال رسیده، ازدواج نکرده، این قبل از این که ازدواج کنه باید این رو ببریم پیش یه روانپزشک. وقتی هم ازدواج میکنه باید در یکی از افراد فامیل که خیلی عاقل و دانشمند و فهمیده هستند تا 1 سال باید این خانواده رو زیر نظر داشته باشند. اینا افرادی هستند که مشکل روانی دارن، باید اینا واقعیت دیگه. حالا بعضی از عزیزان ناراحت میشن، بابا ناراحتی نداره، این یه واقعیت، بیماری ناراحتی نداره. فلان اسهال گرفته، این فوش نیست، بد نیست، این بیماریه. فلانی تأخیر کرده در ازدواج، یه مقداری خطی شده، طبیعی است، با فطرت در تضاد بوده، با فطرت انسانی در تضاد بوده، مشکل پیدا کرده، این نیاز داره که به اصطلاح درمان بشه. پس شما باید این واقعیت جامعه رو قبول کنید. یه انسان عاقل و دانشمند و فهمیده و با اخلاق و مؤمنی رو سراغ دارید، خودتون نه، از راه غیر مستقیم بهش برسونید. کسی بهش به اصطلاح عمه‌ای، خاله‌ای ذکر کنه که آقای فلانی یه دختر خیلی مناسبی داره ها، خیلی دختر فهمیده است، با سواد، با اخلاق زیباست، فلانه، ای کاش یه شوهر خوبی براش پیدا میشد. و تو خانواده اینا از شما خیلی تعریف میکنن، میدونن که شما به اصطلاح زن دارید، 5 تا بچه دارید، اما فکر کنم اگر شما برید به اصطلاح خواستگاریشون استقبال هم بکنن، به صورتی به گوششون برسون که اون بیاد خواستگاری شما، نه اینکه خودت بری به اصطلاح. چون که مردا خیلی، البته با ببخشید مردای عزیز، باید دیگه بعضی چیزا رو اعتراف کنیم، خیلی غریب به اتفاق مردا خیلی بدجنسن. وقتی که خودت رو تقدیم کنی قدرت رو نمیشناسن، مگر اینی که انسان بسیار مؤمن و خدا دوستی باشه.
یک عزیزی دیگه پرسیده که مفهوم این آیه قرآن چیست؟ مردان مؤمن برای زنان مؤمن، مردان روزدار برای زنان روزدار، همچنین آیه در قرآن نداریم عزیز من. سوالم اینجاست که آیا منظور این است که آدم هر گونه خصلتی داشته باشد همسری با همان خصلت نصیبش می شود؟ شاید عزیز من شما به اصطلاح آیه 26 سوره نور مد نظرتون باشه که خداوند متعال میفرمایند الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات باشه، که این آیه و آیه دیگه ای که به اصطلاح میفرمایند الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکا و زانیة لا ینکحها الا زان او مشرک، اینها به این معنا نیست که به اصطلاح انسانی که زناکار هست یا انسانی که خبیث هست فقط به اصطلاح شما حتما به اصطلاح کبوتر با کبوتر باز با باز. بله تا حد زیادی این اتفاقات صورت میگیره. انسانی که به اصطلاح بدتینت هست همیشه با بدتینت ها احساس خودمونی میکنه. انسان خوشتینت در بین بدتینت ها احساس غربت و بیگانگی میکنه. اما این به این معنا نیست. این به این معناست که انسانهای خبیث لیاقت انسانهای خبیث رو دارن. انسانهای زانی، یک کسی که به اصطلاح زناکار است و اهل فاحشه است دیگه شایستگی و لیاقت یک زن مؤمنه و طاهره ای رو نداره و یک زن مؤمنه و طاهره رو نباید به ازدواج یک انسان فاسد و بد در آورد. یکی از بدترین ظلم‌های اجتماعی این هست که افرادی که بچه‌های فاسد هستند، بچه‌های ناباب هستند، میگردن که یه دختر بسیار عفیف و یک دختر مؤمن و با خدا رو به اصطلاح به همسری فرزند نابابشون بگیرن، که این یعنی این دختر رو گرفتن و انداختن توی چاه یا توی چاله، که این به اصطلاح یک ظلم بسیار بدی هست. عزیزی در این سوالشون میفرمایند السلام علیکم. علیکم السلام. میفرمایند که من زن دوم هستم. زن اول شوهرم مرا خیلی آزار و اذیت میکنند. همیشه بهم تلفن میکنه، بهم فحش و بد و بیرا میگه. 7 سال قبل وقتی ازدواج کردیم شوهرم به من وعده‌های این و اون داد و گفت که به اصطلاح عدالت رو رعایت میکنه، اما الان به اصطلاح این کار رو نمیکنه، چون زن اولش هی به اصطلاح تهدید میکنه که به اصطلاح خودکشی کنه. تا حالا 7 بارم خودکشی کرده. نمیدونم آخرش هم من به اصطلاح 2 ساله که دختری دارم و شوهرم میگه که نمیتونم، این زنم به اصطلاح اینطوریه دیگه، باید با همین صبر کنی و به من چیزی نگی. هر وقت که آمدم من رو با خوشحالی استقبال کنی، اگر راضی نیستی میخوای طلاقت رو هم میدهم. و من 2 تا بچه رو قبلا بزرگ کردم، نمیخوام که این دخترم بی پدر بشه. عزیز من، اولا کاری که به اصطلاح شوهرت میکنه خیلی کار اشتباهی میکنه. زن اولش نمیدونم قلدری میکنه، خیلی بیخود میکنه. شوهرت نمیدونم در مقابل اون تنازل میکنه، خیلی کار بدی میکنه. اینا همه کوتاهی‌های شوهرت هست و روز قیامت بازخواست میشه. تویی که نمیتونستی عدالت کنی، بیخود کردی رفتی یه زن دیگه گرفتی. حالا که زن دیگه رو گرفتی، صاحب بچه شدی، میگی که میخوام طلاقت بدم چون که از زن اولم میترسم. تو که اگر همچین بزدلی بودی نمیتونستی، خب زن اول تو طلاق بده. خب پس اینجا ما نمیخوایم بگیم که زن اول رو طلاق بده یا زن دوم رو طلاق بده. میخوایم بگیم که این فرد مسئوله. به اصطلاح حرکت‌های زن اول، بدیهاش، نمیدونم خودکشی‌هاش، میخواد خودکشی کنه، بره بکنه، اون میره جهنم. تو چرا خودتو میندازی تو جهنم این مرد؟ خب این به هیچ عنوان کوتاهی‌های شوهرت رو توجیه نمیکنه. اما الان این شوهر کوتاهی‌های خودش رو میدونه، گناهکار هست، در مقابل خداوند محاسبه میشه. اما شما در مقابل خداوند یک عهد و پیمانی رو امضا کردید که با این مرد رو خوشبخت کنید. شما وظیفت اینه که شوهرت رو خوشبخت کنید. اون نمیکنه، کوتاهی میکنه، اون بازخواست میشه. اما شما حق ندارید چون اون کوتاهی میکنه کوتاهی کنید. و اینی که به اصطلاح زن اول به شما رو اذیت میکنه، این شمایید که اذیت میکنید. این تصور شماست. اون زن آقا به اصطلاح تصور کن که اون زن اولش دیوونه است، مریضه، روانی است. شما چرا ناراحت میشی؟ یه روانی فحش داده، به خودش داده، بد و بیرا گفته، به خودش گفته. شما چرا چیزی 10 کیلو بودی 10 کیلو هستی؟
چیزی از وزنت کم نشد، هیچی ازت کم نشد. اینی که خودت وقتی که این مسئله رو منفی بافی میکنی و به اصطلاح بد تلقی میکنی، بله اینجاست که به اصطلاح اذیت میشی. شما نباید اذیت بشید، نباید اصلا این رو بها بگیرید زن دیوونه است، زن بیماری هست، کاری میکنه بکنه، هر چی دلش میخواد فوش بده، هر چی میخواد در خونه رو شما رو بزنه، بذار هر کاری دلش میخواد بکن. شما اصلا به اون توجه نکنه، انگار نه انگار که اون وجود خارجی داره. میتونی بهش خوبی کنی، خوبی کن، خوبی بکن، چون که اون هم به اصطلاح جز همین خانواده هست. شما در قبالش هر چه خوبی کنید به خودتون برمیگرده. و در مقابل شوهرت هم همینطور. زندگیت رو به همین وضعی که هست شادش کن. به هر حال شما هنوز یک به اصطلاح نیم شوهری میتونستی داشته باشید، الان به تصویری که خودت کشیدی 1/100 شوهر داری، همین 1/100 رو هم خیلی آرزوش دارن. با الان ببین خواهر من، شما باید همیشه این دو مورد رو نگاه کنید. من 1/100 شوهر دارم با این وضع، الان اگر طلاق بگیرم وضعم چه خواهد شد؟ اولا من یه زن مطلقه از پیش هستم، به اصطلاح 2 تا بچه از اول دارم، یه بچه از این. الان احتمال ازدواجش هست، ازدواج دیگری میتونم پیدا کنم؟ خیلی کم، نادر. بعدش هم اون فردی که میاد از این شوهر بهتر خواهد بود. خب شما که با شوهر مشکل ندارید، خب با کوتاهی‌هاش مشکل دارید. پس وقتی که اینجور نگاه میکنیم خب میبینیم که این وضع موندن در کنار این شوهر خوبتره. حالا با این وضعی که هست میسازم، خودم رو اذیت نمی کنم و این به اصطلاح فکر این که بی‌عدالتی میکنه و فلان میکنه. شما خواهر من قاضی نیستید، این رو بذارید برای خدا. شما همون 1/100 شوهر که دارید، همون 1/100 رو با همون 1/100 زندگیت رو شاد کن و زندگی خوشبخت کن. اینقدر خودت رو با شوهرت خوشبخت کن که چیشه؟ زن اولش در بیاد و بفهمه که زندگی یعنی چی. عزیزی میفرمایند سلام بر وصال حق. سلام و صد سلام، سلامت باشید خواهر بزرگوار. میفرمایند من و خانواده شوهرم در زندگی من خیلی دخالت میکنند. خب بعد چند وقت من و شوهرم جدا شدیم. حالا شوهرم گفته که تو بیایی برات خونه کرایه میکنم، حالا که اومدم میگوید نمیکنم. خونه کرایه دلت میایی یا نمیایی؟ خیلی خانوادهش گیر میدن. یک بار از خونهش منو بیرون کردن. حالا مردم میگن که اگر دوباره خانواده شوهرت بری تو رو بیرون میکنن. ما افغانستان خونه ای داریم، ولی شوهرم گفته که باید بریم ایران پیش پدر و مادرم. حالا شما رو به خدا، من شوهرم رو بچه‌ام رو خیلی دوست دارم، تو رو خدا برام دعا کنید تا زندگیمان خوب شود. به خدا وسوسه پیدا کردم از بس که به زندگی فکر میکنم. خواهر من، اگر شما وسوسه پیدا نکردید، میگید که من وسوسه پیدا کردم، میگید که من دارم مریض میشم، یعنی اینه که شما درها رو باز کردید، گفتید آهای وسوسه بفرما، آهای مریضی بفرما، یا که من آمادم. نه، شما هیچ مشکلی نداری خواهر من. شوهرتو دوست داری، بچه‌هاتو دوست داری. الان چی هست؟ شوهرت میگه بریم پیش پدر و مادر من. یک اسلحه به شما میدم، این اسلحه ربانی رو استفاده کن. ببین که همین پدر و مادری که اذیتت میکنن اینا میشن غلام و کنیز تو. اینقدر دوست خواهند داشت که دیگه نگی و نپرسی. خداوند متعال میفرماید ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. همیشه خوبی کن، بدی رو به خوبی جواب بده. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اون کسی که بین تو و اون دشمنی هست، اون کسی که بین تو و اون دشمنی هست، اون میشه دوست عزیز جونجونیت. حالا بین شما دشمنی که نیست، یه سوء تفاهمی هست. یه پدر و مادری هستند که تصور میکنن که با این حرکتشون نشون میدن که به اصطلاح پسرشون رو دوست دارن، با این حرکتشون میتونن که به اصطلاح نشون بدن که ما عروس داریم. عروس در جامعه‌ای که بزرگ شدن همینطور به اصطلاح بار اومدن. مادر بیچاره در جامعه‌ای به اصطلاح خانواده پدر همینطور باش رفتار کردن، فکر میکنه که باید همینطور رفتار کنه، یا حداقل میخواد که اون عقده‌ای که داشته رو خالی کنه. خب اینجا شما اینجا که دشمنی نیست، اینجا شما بیا خوبی کن. حالا یک قصه براتون میگم.
یک موردی بود خانمی مثل شما و مشکل شما رو داشت. ایشون رفت پیش حکیمی. آقا حکیمه گفت که خب چی میخوای؟ گفت که من میخوام که یک سمی به من بدی که اینا رو بکشم دیگه، خیالم راحت بشه. گفت خوبه، من یک زهری به تو میدم، اما اگر یه زهر بدم و اینا فردا بمیرن، هم تو رو میگیرن، میفهمن که تو سبب کشتنشون شدی، هم من. پس من به شما یه زهری میدم، 1 سال یا 6 ماه شما این زهر رو کم کم به اینا میدی تا بعد از 6 ماه اینا خود به خود میمیرن. گفت 6 ماه خوبی چیزی نیست، 6 ماه رو تحملش میکنم. بعد اون بنده خدا یه مقدار پودر سفید بهش داد که این زهر است، این رو وقتی غذا درست میکنی چند کمکی از این به اصطلاح بنداز تو غذا، اما در طول این 6 ماه اینقدر بهشون خوبی کن که وقتی اینا مردن کسی رو تو شک نکنه. گفت خیلی خوبه، 6 ماه رو تحملش میکنم. و همین کارو کرد. غذا چی میخوای مادر جان؟ هر غذایی که میلش بود درست میکرد، یه کمی از همون پودرا توش میذاشت. بابا جون چی میخوای؟ و خدمتشون کرد. 6 ماه در همین به اصطلاح 1 ماه اول رفتارها عوض شد، اونا اینو دوست گرفتن. ماه دوم این از بچه هاشون، از دختراشون پیشون عزیزتر شد. ماه سوم یه محبت عجیبی بین اینها ایجاد شد. ماه چهارم اینها دیگه اصلا یک لحظه دوری همدیگر رو تحمل نمی کردن. الان این زنه وحشت داره که 2 ماه دیگه اینا میمیرن. اگه اینا مردند، این محبت و علاقه‌ای که پیش ما بوده، من از مرگ اینا میمیرم، من دغمرگ میشم. رفت پیش حکیم، گفت آقا حکیم به داد من برس، چی شده؟ میگه که اینقدر ما با هم عزیز شدیم و دوست شدیم که اینا اگر بمیرن من در غمشون میمیرم، بیا چیزی بیار که این خنثی بشه. گفت چی خنثی بشه؟ اون زهری که دادی. گفت خواهر من زهری ندادم بهت، من یه مقدار نشاسته داده بودم که بندازی تو غذا، اما بهت یاد دادم که چطور با اونا رفتار کنی. شما همین رفتار رو بکن، ببین که انشاءالله بعد از 6 ماه چی میشه. منتظر نامه‌تون هستیم بعد از 6 ماه انشاءالله. آقای احمد آقا میفرمایند که وقت تموم شد و ما هنوز خیلی از سوالای شما بینندگان رو نگرفتیم. انشاءالله در برنامه‌های آتی با شما بینندگان عزیز بیشتر وقت میدیم و منتظر سوالات، پیشنهاداتتون هستیم. ان تا 1 ساعت تا نیم ساعتی بعد از برنامه بنده در خدمت شما هستم. عزیزانی که به اصطلاح راههای تماسی که در اختیار دارن تماس میگیرن، تا نیم ساعت دیگه سوالای خاص خودشون رو هم میتونن مطرح کنن. تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. خدا یار و یاورتون.